سلام و درود. در این آموزش میخوایم با IC 7404 آشنا بشیم. ما قبلا در آموزش قبلی به شما گیت های منطقی رو آموزش داده بودیم و باهاش آشنا شدید و با کمک دو عدد دیود ما گیت اند و گیت اور رو بستیم. در الکترونیک دیجیتال ما دو منطق 0 و 1 رو داریم و استانداردی داریم به اسم TTL. در استاندارد TTL منطق 1 معادل با ولتاژ های 2.5 ولت تا 5 ولت و منطق 0 ولتاژ زیر 8 ولت رو شامل میشه. ولتاژ بین 8 ولت تا 2.5 ولت وضعیت نامعلوم رو داره. گیت های منطقی یا گیت های دیجیتال کوچکترین عناصر الکترونیک دیجیتال رو تشکیل میدن. ما گیت های نات رو داریم اند، اور، ایکس اور، نند و ایکس نور. منتها در آموزش های ما، در آموزش هایی که خواهید دید، با گیت نات، با گیت اند و با گیت اور آشنا میشید. IC های سری 74 IC هایی هستن که در واقع از استاندارد TTL پیروی میکنن. IC 7404 دارای 6 عدد گیت نات هستش که به صورتی که توی شکل مشاهده میکنید درون IC قرار گرفتند. هر IC به ولتاژ تغذیه نیاز داره. IC های سری 74 که 14 تا پایه دارن، پایه 7 شون به گراند یا زمین وصل میشه یا سر منفی باتری و پایه 14 شون به سر مثبت یا 5 ولت یا VCC وصل میشه. خب همونطور که گفتم IC سری 74 از استاندارد TTL پیروی میکنه. بنابراین ولتاژ تغذیه که باید براش تامین کنیم 5 ولت. خب ما هم تو این آموزش و چند آموزش بعدی که در مورد گیت های دیجیتالی صحبت میکنیم در واقع نیاز داریم که 5 ولت رو تامین کنیم. بنابراین از مدار IC رگولاتور که قبلا آموزش دادیم استفاده خواهیم کرد. خب پس اول مدار رگولاتور رو میبندیم. رگولاتور 7805 که 9 ولت وقتی به ورودیش اعمال بشه خروجیش 5 ولته و سپس از این 5 ولت برای در واقع استفاده کردن و در واقع آزمایش گیت های دیجیتالیمون استفاده خواهیم کرد. پس من ابتدا شروع میکنم به بستن IC 7805. دقت کنید که سر مثبت باتری به ورودی IC 7805 وصل میشه که در واقع میشه پایه سمت چپ IC. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من IC رگولاتور 7805 رو جلوی خودم بگیرم طوری که نوشتهش روبروی من باشه، پایه سمت چپش میشه ورودی، وسط میشه زمین یا پایه سر منفی باتری و پایه سمت راستش میشه خروجی 5 ولت. سپس دو عدد خازن الکترولیت 10 میکروفاراد رو در ورودی و در خروجی قرار میدیم. سر وسط IC 7805 رو هم وصل میکنم به نوار آبی رنگ پایین و به کمک سیم دیگری نوار آبی رنگ بالا رو به نوار آبی رنگ پایین متصل میکنم. خروجی IC 7805 رو هم وصل میکنم به نوار بالا، نوار قرمز رنگ بالا و توسط تک سیم قرمز رنگ هم نوار قرمز رنگ بالا رو به نوار قرمز رنگ پایین متصل میکنم. حالا میخوایم IC 7404 رو تست کنیم. با دقت IC رو توی بردبورد قرار میدیم. دقت کنید که توی گذاشتن IC روی بردبورد من در واقع سر نیم دایره دار IC رو
در سمت چپ برادپورت قرار میدم، بنابراین پایه یکش میشه پایین سمت چپ. خب پایه بر همین اساس میام پایه در واقع پایه های تغذیه IC 7404 رو متصل میکنم. پایه 14 به 5 ولت و پایه 7 رو هم به زمین وصل میکنم. خیلی خوب. الان ما میخوایم گیت نات شماره 1 رو تست کنیم. برای اینکه بتونیم این رو تست کنیم من چند تا نکته رو بعد اینجا عنوان کنم. اول از همه این که وقتی که ورودی گیت های دیجیتال توی IC سری 74 آزاد باشن مقداری تصادفی میگیرند و بر همین اساس هم خروجیشون مقداری تصادفی پیدا میکنه. بنابراین ما باید در ورودی های در واقع گیتمون، گیت هایی که داریم استفاده میکنیم، یا مقدار 0 ولت اعمال کنیم یا مقدار 1. یعنی یا باید 1 منطقی اعمال کنیم یا 0. نکته بعدی این هستش که IC های سری 74 خروجیشون جریانش اونقدر زیاد نیست. برای همین برای درایو LED باید مقاومتی که برای محدود کردن جریان استفاده میکنیم مقدار کمتری رو داشته باشه. من اینجا از مقاومت 330 اوم برای درایو خروجی گیت 1 IC 7404 استفاده میکنم. خیلی خوب. گیت نات چه کار میکنه؟ ورودی رو برعکس میکنه. یعنی اگر من یک منطقی به ورودیش اعمال کنم خروجی 0 و اگر 0 اعمال کنم خروجیش میشه 1. من الان ورودی یعنی گیت شماره 1 رو به زمین وصل کردم، یعنی دارم 0 منطقی به ورودی اعمال میکنم. پس انتظار دارم که در خروجی این گیت یعنی روی پایه شماره 2 1 منطقی داشته باشم. 1 منطقی یعنی که LED من باید روشن بشه. خب این تست رو انجام میدیم و همونطور که مشاهده میکنید LED روشن میشه. حالا بیام به ورودی گیت نات شماره 1 منطقی اعمال میکنم. باید منطق برعکس بشه، یعنی 1 وقتی اعمال میکنم باید خروجی 0 بشه و LED باید خاموش باشه. همونطور که میبینی LED خاموش. خب حالا شما بقیه گیت ها رو میتونید خودتون تست کنید. گیت شماره 2، گیت شماره 3، 4، 5 و 6 اینها رو خودتون تست کنید و اگر سوالی برای شما پیش اومد بنده در خدمت شما هستم. امیدوارم مطالب این جلسه برای شما مفید واقع شده باشه. اگر آموزش های نل الکترونیک رو میپسندید میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از آموزش ها و آزمایش های جدید ما با خبر بشید. برای اینکه به نقشه مدارهایی که آموزش میدیم دسترسی پیدا کنید و اونها رو دانلود کنید میتونید وارد کانال نل الکترونیک بشید و بعدش وارد قسمتی به اسم کامیونیتی بشید. توی این قسمت میتونید نقشه مدار آزمایش ها رو مشاهده و دانلود کنید.